فضای مجازی این روزها شاهد توهین یک مداح هنجار شکن به مسجد مکی زاهدان و حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و همه اهل سنت بودیم. متاسفانه خیلی از دوستان اگرچه که راجع به این مسئله صحبت کردن، من بنا نداشتم به این مسئله بپردازم. چرا؟ چون بعضی افراد اونقدر ارزش اون رو ندارن که انسان راجع به اونا حرف بزنه. خصوصا دأب خود من بر اینه، اگر گاهن تو فضای مجازی به من توهین شده یا کسی حرفی زده یا به بعضی از علمای شاخص حرفی میزنه، من یادم از یه قصه میاد. یه بنده خدایی هر کار میکرد مشهور نمیشد، هر کار با سرش با ریشش ور رفت، نمیدونم خوند، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی سیاسی شرکت کرد، اسمشو توی نمیدونم عرصه‌های مهم انتخاباتی نوشت، اما مشهور نشد.